دوستان عزیز خوش اومدین به قسمت اول بازی عشق. داریم قسمت اول رو ضبط میکنیم. دوستان عزیز صدایش خانم تشریف آوردن با آقا یاسین. انشالله ببینیم که با هم دیگه هم گروه میشن که بعدها تو مسابقات در کنارشون باشیم یا نه. آقا یاسین شما بگو که سنتون چقدره و شغلتون چیه؟ 18 سال بازاریابی میکنه. و شما ستایش خانم؟ 14 سال در حال ادامه تحصیل. هنوز دارین درس میکنه. خب آقا یاسین شما به ما بگو که خط قرمزت توی رابطه چیه؟ گفتن و خیانت کردن. دروغ گفتن و خیانت کردن خط قرمز. و ستایش خانم شما چی؟ بدخوری و دروغ گفتن. که اگه زمانی با کسی رفتی توی رابطه ترجیح میدی که قرار اول تو کجا بشی؟ ترجیحاً در کافه. تو کافه باشه. یعنی تو کافه بریم بشینیم در صحبت کنیم. شما چی ستایش خانم؟ کافه با قرار اول. خیلی عالی. یاسین جان شما بگو که نظرت در رابطه با دوستی با جنس مخالف چیه؟ رابطه‌ای که دوست دارم که با هر روز با کسی نباشم، یعنی رابطه‌ای که با یک نفر باشم و در آخر باش ازدواج کنم. یعنی از این رابطه هایی که هر دفعه با یکی باشی اینا دوست نداری. دوست داری رابطه سالم داشته باشی که خیلی هم عالی. خب ستایش خانم شما به ما بگو که تو زندگی از چه چیزی بیشتر از همه میترسی؟ از دست دادن کسی که دوستش دارم. یاسین جان شما خودتو توی 3 کلمه تعریف کن. توی 3 کلمه. توی 3 کلمه خودتو تعریف کن. مهربانی، ترس، خجالتی. مهربان، ترس، خجالتی رو که خیلی خوب اومدی. یعنی اصلا از زمانی که اومدی همینجور سرخ شدی و اینا کاملا مشخصه که خجالتی هستی. مهربان یعنی ترسویی؟ نه. از چه چیزایی زیاد میترسی؟ چی زیاد باعث ترست میشه؟ یکی میترسه یکی رو از دست بده، یکی از تاریکی میترسه، یکی تو از چی میترسی؟ من از کسی که از دستش بدم خیلی میترسم. خیلی میترسی که از دستش بدم. از دست بدی. خیلی عالی. خب ستایش خانم شما اگه بخوای خودتو توی 3 کلمه توصیف کنی اون 3 کلمه چیه؟ مهربان، حساس، احساسی. مهربان، حساس، احساسی. خب یاسین جان شما بگو که نظرت در رابطه با تتو و پیرسینگ و چیزایی که معمولا جوانای الانه‌ای و اینا خیلی دارن استقبال میکنن، مثلا تتو میزنن، پیرسینگ میزنن، یا شده مثلا دیدین پسرامون یه چیزایی به خودشون آویزون کردن که زیاد جالب نیسته. تو نظرت در رابطه با اینا چیه؟ نظر که دارم اصلا از این حرکات اصلا خوشم نمیاد و بعضیا که این کسانی که انجام میدن نظر متفاوتی دارن، شاید دوست دارن انجام میدن، ولی من در نظر این کار اصلا نمیکنم. تو خودت شخصا دوست نداری؟ نه تتو و اینجور چیزا رو اصلا نمیکنی؟ خیلی هم عالی. خب ستایش خانم شما وقتی خیلی ناراحتی، حالا از هر چیزی میتونی ناراحت شده باشی، وقتی خیلی ناراحتی چی کاری انجام میدی؟ چی کار میکنی؟ مثلا با کسی که دوستش دارم میشم درد دل میکنم، راحت میشم. یعنی با اونی که دوستش داری درد و دل میکنی و اینجوری آروم میشی، ناراحتی تازه. خب شما به من بگو که زودرنج، لوس، مغرور، از این 3 بخوای یکی رو انتخاب کنی کدوم انتخاب میکنی؟ زودرنج، لوس، مغرور. مغرور رو انتخاب میکنی. ستایش خانم شما بگین که صادق، متعهد، محترم، از این 3 یکی رو فقط میتونی انتخاب کنی کدومش رو انتخاب میکنی؟ محترم. خیلی هم عالی. خب چرا محترم؟ یعنی که آدمی که محترم باشه مد نظرته؟ بله یعنی که مثلا محترم باشه، احترام نگه داره. خب احترامو توی چی میبینی؟ طرز برخورد، رفتار یا تیپ و قیافش؟ رفتار و برخوردش. رفتار و برخوردش. خب یاسین جان من بگو که
نچرال دوست داری یا از این عملی ها و اینا؟ نجرا. نچرال. نه. شما چی؟ نچرال یا عملی؟ نچرال همون چیزی که خدا داده. به این دلیل که اون چیزی که یعنی خدا بهت داده رو بپذیری، قبولش کنی، دوستش داشته باشی. خیلی عملی. به ستاش خانم به من بگو که 3 ویژگی اخلاقی که دوست داری طرف مقابلت داشته باشه. ویژگی اخلاقی ها میتونه زیاد باشه. شما 3 تاشو اونایی که بیشتر مد نظرت رو به ما بگو. مهربانی، دروغ گفتن، بدقولی. یعنی مهربون باشه، دروغ نگه، رو بدخوری خیلی حساسی، مثل اینکه این خیلی برات مهمه که طرف مقابلت بدخوال این نباشه. سوالی که ازم پرسیدیش نمیشه پرسید؟ بله چرا که نه حتما. خب آقای هستی شما بگو که 3 ویژگی اخلاقی که دوست داری طرف مقابلت داشته باشه. دلسوز باشه، دلسوز باشه. صادق باشه بله. و مهربان. دلسوز و صادق و مهربان. یعنی عشق داشته باشه. عشق ورزه. خب آقای یاسین به من بگو که بهترین خاطره‌ای که توی زندگیت داشتی، حالا از دوران کودکی تا به حال. یکی از بهترین خاطرات رو برام. حدودا 2 ماه پیش تولدم بود. یکی از دوستان دوران دبستانم که خیلی رابطه خوبی با هم داشتیم و در جابجایی مدرسه و که دیگه ندیدیم همدیگه یهو جلوم ظاهر شد، تولدم تبریک گفت و خیلی برام غافلگیر بود که هنوز تولدم یادش. یعنی از دوران دبستان تا به حال نه. دیگه ندیده بودیش، نه، پس اصلا. اون تاریخ تولد تو یادش. هنوز یادش. خب خیلی کم پیدا میشه یه همچین رفیقایی و به نظر من اینجور رفیقا که آدم براش مهمه و اینا خیلی الان تو دوره ما کم پیدا میشه. امیدوارم که رفاقتتون رو ادامه بدید، یعنی دوستیتون پایدار باشه. خب ستاش خانم شما به من بگین که شما چه خاطره‌ای دارین که من دقیقاً 8 سال پیش مادر بزرگم یه عروسک برام گرفت و اون عروسک خیلی برام ارزشمند و با ارزشه. عروسکی که مادر بزرگتون بله. خیلی عالی. ستاش خانم شما بگو که پسر قد کوتاه یا پولدار یا پسر قد بلند بی پول؟ قد بلند بی پول. خب یاسین جان تو من بگو که دختر پولدار بد اخلاق یا دختر بی پول خوش اخلاق؟ دختر بی پول خوش اخلاق. دختر بی پول خوش اخلاق. واکنشت یاسین جان در مقابل اشتباه دیگران چیه؟ یعنی یکی یه اشتباهی انجام میده، تو میبینی اون لحظه اون اشتباه رو، چه واکنشی انجام میدی؟ ناراحت میشی، عصبی میشی، چی کاری انجام میدی؟ بیشتر عصبی میشه. بیشتر عصبی میشه. حالا اگه همین اشتباه و کسی که باش در توی رابطه قرار داریم اون انجام بده چی؟ ناراحت میشه. شاید برای اینکه این اشتباهش رو توجیه کنم بهش تذکری بهش بده. یعنی افرادی که نمیشناسی باعث اعصاب خوردیت میشه، ولی کسی که باش در ارتباطی و ناراحتت میکنه با اینکه ناراحتی یه تذکر بهش میدی که دیگه این کار انجام نده. خیلی هم عالی. خب یاسین جان بگو ببینم که تو رمز گوشی تو فرد مقابلت میدی؟ نه اصلا. یعنی چی نه؟ وقتی با طرف مقابل هستی چیزی که تو گوشی تو هست اون فرد نارمون میشه خیانت، نه؟ خب الان مثلا تو رمز گوشیت باید من چک کنم. باید باشم اون بحثش فرق میکنه. منظور از دوستان و افراد دیگری هستن. یعنی که چی میخواستم می‌خواستی؟ حالا یکم آب بخور از ما. دیگه یکم آب بخوری که عصبانیتتون بیاد پایین. آره یعنی الان منظور حرفشون چجوری بود؟ من متوجه شدم. یعنی ببین یاسین میگه که اون کسی که من باهاش در ارتباطم، یعنی باهاش دوستم، توی یه رابطه هستیم، میتونه درسته میتونه گوشیمو ببینه، رمز گوشیمو بهش میگم. منظور یاسین کسایی مثل دوستاش و اینا، چون متاسفانه آره ما آقایون دیدیم دیگه، حالا یه سری چیزا هستش که متاسفانه بعضی وقتا پیش میاد
دوست ها سوء استفاده گر میشن. یعنی ببینید اول در مرحله اول هیچی مثل خانواده آدم نمیتونه پشت آدم باشه. خب داداش آدم قطعا با رفیق آدم خیلی فرق میکنه. درسته بعضی رفیقا هستن که خیلی پایدار و اوکی و نمیدونم همه جوره داداشی هم، ولی بعضی هم هستن که سوء استفاده میکنن. یاس اینجا دوست نداره، درسته؟ رمز گوشیشو دوستاش داشته باشن که یه وقت حالا مثلا چیز شخصی داشته باشه اونا نمیدونم، یعنی پارتنرت مشکل نداره، این که باش در ارتباطی مشکل نداره. خب آب خوردین شما؟ خیلی هم عالی. ببینیم که تقریبا رسیدیم به آخرش. قسم شدین دیگه ببخشید. یاسین تو بگو که چقدر راز داری تو زندگیت؟ یعنی دیدی بعضیا، مثلا منظورم میخوام واضح بگم که جوابتون واضح باشه، بعضیا خیلی پرحرفن، یعنی طرف یه جایی میرسه، حالا به دوستش، خانواده یا همسایه‌های خیلی جای دیگه، همش دوست دارن با هم دیگه حرف بزنن. حالا خانم‌ها اسمشو بزنن غیبت، حالا آقایون یه اسمای دیگه براش میزنن، ولی رازداری یعنی یه چیزیه که توی زندگی خودت به وجود اومده، خیلی شخصیه، یا یه چیزی رو از یکی شنیدی که به تو گفته که هیچ کس نمیخوام بفهمه. تو چقدر این رازا رو نگه میداری؟ یعنی چقدر میتونی جلو خودت رو بگیری که این رازو فاش نکنی به کسی دیگه ای نگی؟ کسی که رازی که به من گفته باشه و از من خواسته باشه که من اصلا این بحث با هیچ کس در نمی‌ذارم، مطمئن باشه که 100% من اصلا از این رازی که به من گفته به کسی نمیگم. حتی اگر کسی باشه که باش در ارتباطی، رابطه داری، نه به اونم حتی نمیگی. شما چی ستایش کنم؟ مثلا کسی که واقعا بخواد مثلا به من رازش میگه، خب اگر من بخوام برم یا خب من نمیگم، حتما من اعتمادی داشته، به من اعتماد کرد که من رازش به من گفت. قطعا. و شما هم نمیگی، یعنی اون رازا رو نگه می‌داری و به هیچ کس نمیگی. بله، حتی اگر مثلا سر لجبازی هم باش با هم دعواگیر باشیم نمیگم. میدونی متاسفانه یه جوری شده که من خب یه رفیق پایه دارم که بهش خیلی اعتماد دارم، رفیق من یه رفیق دیگه داره که خیلی بهش اعتماد داره، اونم همینجوری یه رفیق دیگه داره و یکی یه رازی رو به من میگه، من میام به اونی که خیلی بهش اعتماد دارم میگه، اونم میره به اونی که خیلی اعتماد داره، که همینجوری میشه که یعنی حرفا چه اونی که اون رازه رو رازه، اگه واقعا رازه اصلا نباید بیاد به شما بگه، که قرار باشه از شما بخواد شما به کسی نگید. راز چیزیه که باید بین خودش بمونه. یعنی من اگه رازی داشته باشم ترجیح میدم که فقط بین خودم و خودم باشه، نه هیچ کس دیگه که قرار باشه فاش نشه. خب ستایش خانم شما بگو که چی کار کنه کنسله؟ دور همزه کنسله و غیر از شوخی اینا خیانت قطعا کنسله. امیری فیک کنسله. یاسین جان شما چی کار کنه کنسله؟ داداشی گفتم با داداشی که باشه کنسله، با دوستای پسر اجتماعی کامل کنسل است. دوستای پسر اجتماعی کنسل. این آخرین سوالمون بود بچه‌ها، خسته نباشین، سرتون در آوردیم. ازتون میخوام که چشاتون رو ببندید، یعنی هم شما و هم شما چشاتون رو ببندین. ازتون سوال میپرسم، فقط با لایک و دیسلایک به من نشون بدین. چشا بسته؟ چشا بسته؟ نگاه نکنین اون زیر میرا، ببندین قشنگ. آفرین. چشا بسته؟ چشا بسته؟ خب سوالی که میپرسم فقط با لایک و دیسلایک نشون بدین. یاسین جان شما با ظاهر ستایش خانم اوکی هستین یا نه؟ خب ستایش خانم شما با ظاهر آقا یاسین اوکیین یا نه؟ خب این یکی سوال رو دارم از هر دوتون میپرسم و با هم دیگه میخوام لایک و دیسلایکاتون رو ببینم. آیا شما به خصوصیت اخلاقی یکدیگر اوکیین و به عنوان همتیمی فرد مقابلتون رو قبول داریم که در آینده توی چالش‌ها و مسابقاتمون شرکت کنین و امیدوارم البته برنده بشین؟ آیا اوکی هستین یا نه؟ خب دستاتون رو همینجوری نگه دارین. حالا چشاتون هم باز.
خب دوستان عزیز، این قسمت اول ما بود. قسمت اول بازی عشق تموم شد. اگه دوست داشتین که فیلم کاملش رو ببینین تو کانال یوتیوب ما این پایین هستش، میرین وارد میشین. البته یادتون نره حتما سابسکرایب کنین و اونجا بتونیم که در خدمتتون باشیم. موفق باشین. خدا نگهدار.